آرامشی که دوباره برگشته است و مردم حالا نفس راحتی میکشند. دروازه مکانهای تاریخی باز شده است و بیشتر گردشگران داخلی این روزها از فضای هرات لذت میبرند. مسئولان میگویند ماهانه تا 2000 گردشگر داخلی از مکانهای تاریخی این ولایت دیدن میکنند. با اینکه تامین امنیت خوبی شده، تعداد بازدید کنندگان ما نسبت به سالها و ماهای گذشته افزایش یافته و همچنین ما روزانه نزدیک در ما بگیریم در ما نزدیک به 1.5 یا الی 2000 نفر از ارگ هرات بازدید کننده داریم و نزدیک به 800 یا 1000 نفر هم از موزیم هرات. همروزه میایم از اقشار مختلف جامعه، هم زنان، مردا و اطفال و معلمین و متعلمین دیدن میکنه. آنگونه که مسئولان بخش گردشگری هرات میگویند بیشتر گردشگران از ساحات تاریخی و باستانی این ولایت دیدن میکنند، اما کمتر دیده شده است که گردشگران خارجی نیز طی 6 ماه اخیر به خاطر گردشگری به هرات آمده باشند. احساس خوب داریم بعد از اینکه بعد از سالها جنگ داخلی در افغانستان بود، چه کشورهای بیرونی در افغانستان آمد، یک فضای صلح و امنیت ایجاد شد که ما تا بتونیم از آثار تاریخی کشور دیدن بکنیم و مردم از ولایت‌های دیگر، شهرهای دیگر مثل بدون کدام ترس از ناامنی از این دید بازدید بکنیم. حال شکر امنیت میتونیم جای دیدنی بریم ببینیم منطقه دیدن کنیم از اون منطقه تاریخی. د دې راغلی هرات ولایت غواړو چې د تاریخي ابداتو څخه د دې تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړو، خو ډېر ښه خوندور ځایونه شته په هرات کې. قلعه تاریخی اختیارالدین، گازرگاه شریف، موزیم ملی هرات، منارها، بازار قدیمی هرات و مسجد جامع بزرگ این ولایت از مهمترین مکانهای تاریخی است که این روزها میزبان دهها گردشگر میباشد. اما باشندگان کشور حتی تا دورترین نقاط هرات هم می روند. چشمه اوبه یکی از جاهای دیدنی در ولسوالی اوبه هرات است. این منطقه در 100 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. مردم به خاطر جاهای دیدنی به دورترین ولسوالی‌ها می روند. که جهت تفریح به چشمه پایین و بالای اوبه آمدیم. ولسوالی اوبه یکی از ولسوالی‌های زیبای هرات. امروز روز دومه که به اینجا آمدیم. کاملا فکر میکنم که 10 سال تازه شدم و جوانتر شدم و به همون ترتیب بچه‌ام که با ما آمدن اینا کسایی بودن که حدوداً از سن خود تا از شهر بیرون نشده بودن. این اولین باری بود که تجربه بود که ما جرأت کردیم بیایم و الحمدلله در راه آمدیم تا اینجا آمدیم. بسیار با یک فضای امن و آرامش آمدیم. حالا با فضایی که آماده شده است، خیلی از گردشگران داخلی برای دیدن مکان‌های تاریخی و تفریحی هرات به این ولایت بیایند. پیش بینی می شود که بهار آینده میزان گردشگران داخلی خیلی بیشتر شود.